وقت سفر روز پنجشنبه آینده تعیین شده. اگه خدا بخواد جراحی روز شنبه انجام میشه. دکتر، به جای مسافرت به یک کشور دیگه نمیشه اینجا انجامش داد؟ متاسفانه برای انجام این نمونه عمل جراحی کسی که خوب وارد باشه تا حالا پیدا نشده. همونطوری که شما هم خواسته بودید، بیمارستان مجوز داخل شدن به کشوری که به ای سفر میکنید و صادر کرده. برای علی و انس هم مجوز دخول صادر کردید؟ بله، اما امیدوارم اگر خدا این رو بخواد شما رو مشکلی پیش نمیاد. میدونه ما فقط برای کمک مسافریم. از خدا میخوام که خدا بهتون توفیق انجام هر کار خیری رو بده و حسام را هر چه زودتر شفا بده. آمین. خوش اومدید. من اسمم آدمه. راهنمای بیمارستانیم که عمل جراحی حسام اونجا انجام میشه. خوش آمدید، خوش آمدید. شما خیلی خوب عربی صحبت میکنید. آره، وقتی کوچیک بودم همراه پدرم چند سال تو یکی از کشورهای عربی زندگی کردم. حالا که اینطوره معنی کلمه گرسنه تو انگلیسی چی میشه؟ گمون میکنم الان باید بریم غذا بخوریم. دکتری که قرار عمل جراحی رو انجام بده به من تاکید کرده که عمل جراحی صبح زود انجام میشه و ازت میخواد که خیلی خوب استراحت کنی. باشه، استراحت میکنم. همکنون من و بچه ها میرویم و اگر خداوند بخواهد فردا صبح پیش شما خواهیم بود. من رو از دعای خیرتون فراموش نکنین. بیایید، بیایید فرزندانم. بیایید، بیایید فرزندانم. من هیچ کدوم از این نوشیدنی‌ها رو نمیشناسم. میگم این شیشه بزرگ چیه؟ فکر کنم این شیشه تشنگیمونو خوب رفع کنه. نه پسرم، به این شیشه نزدیک نشو. چرا عمو؟ توش خمره. عمو جان، خمر چیه؟ خمر یک نوشیدنی است که عقل را از بین میبرد، یعنی آن را میپوشاند. پدر، اون حرامه؟ بله پسرم، و در مورد حرام شدنش داستان جالبی است که برایتان تعریف میکنم، ولی بگذارید هرچه میخواهیم بگیریم و از اینجا برویم. در اوایل اسلام خوردن شراب در نزد عربها چیزی عادی بود و حرام هم نشده. پس خداوند سبحان آیه‌ای نازل کرد: از ثمرات نخلها و انگورها نوشیدنی مست کننده و خوراکی نیکو برای خود میگیری. خداوند اینجا با اشاره زیبا بیان کرده که شراب ضد روزی است. سپس بعضی از یاران پیامبر از او در مورد شراب و قمار پرسیدند. سپس خداوند بلند مرتبه آیه‌ای نازل فرمود: ای پیامبر، در مورد شراب و قمار از تو سوال می‌کنند. بگو در شراب و قمار برای شما انسان‌ها سودهایی است، ولی بدانید که گناه این دو از نفعشان شراب چیه؟ است. مثلا فایدهش از راه تجارت کردنش یا صدقه دادن پولش به فقرا یا غیر از آن. ولی مهم این است که خداوند بیان کرده که ضررش خیلی بیشتر و بزرگتر از فایدهش است، ولی هنوز هم قطعا حرام نشده. خب چرا خداوند از اول حرام نکرد در حالی که ضررش خیلی خیلی بزرگه؟ این از بزرگی حکمت دین خداوند است در کارهایی مانند این. همانطور که به شما گفتم، آن وقت عربها اینطور که ما الان آب میخوریم آنها شراب میخوردند. خداوند سبحان میخواهد دست این جماعت را بگیرد و قدم به قدم به جایی که میخواهد ببرد. پس شراب را مرحله به مرحله حرام کرده است. خب مرحله بعدی چیه؟
بعد از آن آیه این آیه نازل شده: ای مؤمنان به نماز نزدیک نشوید تا زمانی که چیزی را که بر زمان میارید بفهمید. سپس اینطور شد که کسانی که شراب میخوردند دیگر ساعاتی قبل از نماز از شراب دوری میکردند. پس بدین ترتیب فرصت کمتری برای شراب و خوردن بالاخره داشت. بعد از اون این آیه خداوند نازل شد: ای مؤمنان شراب و قمار و بت‌ها و تیرهای قرعه پلیدند و از عمل شیطان پس از آنها دوری گزین، باشد که رستگار شوید. همانا شیطان میخواهد با شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خداوند و از نماز باز دارد. پس آیا دست بر نمیدارید؟ بله فرزندم، این آیه شراب را برای همیشه حرام کرد. شراب مادر پلیدی هاست، ولی جای تعجب دارد. سرعت قبول کردن یاران پیامبر در مورد این مسئله با وجود اینکه همونطور که به شما گفتم آنها در شراب غرق بودند، ولی به محض شنیدن حرام شدن شراب آن را ترک کردند و بلافاصله گفتند خدایا دست پدر جون، برداشتیم. با شرابایی که داشتن چه کار کردن؟ در کوچه ها آنها را سوزاندند تا اینکه کوچه های مدینه آن شب پر از شراب شد. عمو جون، آیا یه جرعه یا 2 جرعه نوشیدنش هم حرامه؟ رسول خدا که درود و سلام خداوند بر او باد به ما خبر داده است هر چه زیاد خوردن آن مست بکند کم خوردن چرا آن به هم خمر مست. اسم ام الخبائث مادر پلیدی ها گفته شده؟ شراب سبب همه جنایت ها و کارهای بد است و شیطان هم شراب را وسیله به وجود آوردن دشمنی و خشم و عصبانیت در بین مردم قرار داده است و با وجود اینها شراب مانع ذکر خداوند و نماز هم می شود. در یکی از مجله ها خوندم که شراب باعث خیلی از مریضی ها میشه. اون دستگاه گوارش رو خراب میکنه و همچنین تعداد بسیار زیادی از مریضی های دیگه. علاوه بر این بلاها که شراب بر سر انسان می آورد، چقدر خانه هایی بودند که به خاطر شراب نابود شدند و چه مردانی بودند که به خاطر شراب و بدبخت شدند. و در مورد پولداری شنیدم که همیشه شراب می خورده و پول بسیاری خرج می کرد و همیشه اینطور بوده تا اینکه مریضی ها به او روی آوردند و به خاطر آن همه مالش را خرج کرد تا حدی که پول درمان بیماری هایش را هم نداشت. این مریضی ها در شرابه، ولی بازم افرادی هستن که اونو میفروشن و میخورن. پس در این صورت هر کس که شراب میخوره و میفروشه منتظر عذاب دردناک خداوند باشه. رسول اکرم که درود و سلام خداوند بر او باد، هر کس که به شراب علاقه داشته باشد، چه سازنده باشد چه فروشنده و یا هم کننده یا خریدار یا کسی که بخورد، همه را لعنت کرده است و لعنت یعنی دوری از رحمت از خداوند. خدا میخوام که توبه همه کسایی که شراب میخورن رو قبول کنه. آمین. دکتر بهم خبر داد که عمل جراحی با موفقیت کامل انجام شده. کی میتوانیم به سرزمینمان بازگردیم؟ دکتر گفته 3 روز دیگه میتونید. حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که با نعمتهای او خوبیها به نهایت خود میرسد. الحمدلله.